حالت اضطراری در فاریاب روحی 1398. از آنجایی که میمنه یکی از شهرهای مزدحم و با تراکم نفوس بالا بوده، با تثبیت یک مورد مثبت ویروس کرونا در شهر هرات و تردید رفت و آمدها و بازگشت کنندگان از کشور ایران به خاطر حفظ سلامت شهروندان از خطرات ناشی از سرطان احتمالی این ویروس کشنده، برای اتخاذ در جلسه مقام محترم ولایات با حضور داشت مسئولین صحت عامه فاریاب و شاروالی میمنه با توصیه از هدایت وزارت محترم صحت عامه مبنی بر اتخاذ تدابیر وقایوی فیصله گردید تا شهروندان شهر میمنه در حال حاضر از حضور غیر ضروری در نقاط مزدحم شهر و بازار، حمام‌های عمومی، هتل‌های عروسی و اجتماعات در سالن سربسته دوری نمایند و از دست دادن و مسافه هنگام احوالپرسی با یکدیگر نیز خودداری کنند. تمام تدابیر وقایوی در این زمینه گرفته شده است. تصمیم‌های صحیح به امکانات لازم تشخیصی آماده عرضه خدمات می باشند. همچنان از عموم هتل‌های عروسی، رستوران و حمام‌ها خواسته می شود تا اطلاع ثانی از فعالیت‌های عادی و برگزاری محافل و مهمانداری جدا خودداری کنند. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.